یکی از اون خصوصیت مشترک که خیلی جالبه به ما میگن نسل کند یا تاب آور، نسل پرحوصله. تاب آور؟ بله ما تاب آوریم. به ما میگن نسل تند، نسل تحریک پذیر، نسل سریع، هیجانی. ببینید مثلا من و شما مثلا این نسل اگه کلیپی باز نشه میره کلیپ بعدی، وقت نداره 3 ثانیه ما وای میسیم دانلود بشه نگاه میکنیم اینجوری که آنتن بده برو بیرون سر کوچه اونجا آنتن خوب میده، علافش میمونیم تا اون یه دونه باشه، اینا رد میکنن میره. اگه هنوز مامانا و باباهایی که هستن هنوز ترشی میندازی تاب آوری، اگه هنوز برای قرمه سبزی در 12 ساعت وقت میذاری تاب آوری. چون ما نسلی بودیم ساعت‌ها جلوی تلویزیون میشستیم، اول برفک نگاه میکردیم، بعد بوق، بعد گم شده ها، بعد نقاشی ارسالی، بعد بعد برق میرفت. یادتون باشه. و یعنی همیشه همینجوری بود. بعد برق میرفت. اکثرا هم خواب بودیم، تلویزیون تو سالن روشن. ساعت‌ها دست به سینه میشستیم اسم تو خوب‌ها بره جایزه بگیریم، ستاره بگیریم. بله. ساعت‌ها جلوی پنکه ها می‌کردیم، نمیدونم چرا. چیکار می‌کردیم؟ صدا بده. پنکه دیدی مثلا؟ جلوی پنکه اینجوری بشه. بله. برای همینه چه که نسل باحالی بودیم. به ما میگن نسل تاب آور، پرحوصله. مشق می‌نوشتیم، 7-8 ساعت مشق می‌کردیم، درس می‌خوندیم. بله. اینا الان این بچه‌ها اصلا حوصله ندارن. آقا پسر مثلا همش میگه هستم، میفهمی؟ خستم ناموسا خستم. پسر یعنی مشقاتو نوشتی ناموسن خستم. آره ببین ذهن اکتیوه ها، ذهن فعال، جسم خسته است. ما جسم و ذهنمون تو امان بود، هم پوشانی با هم داشت. ما بهتریم یا اینا؟ اینجوری نیست. انگار شما بگید دختر بهتر یا پسر. تفاوت نسلی. ما میپذیریم این قضیه رو. باید بپذیریم اینا تندن. اونا میپذیرن. موسیقیشون تنده. ما موسیقی سنتی گوش میدیم، موسیقی تنده. مثلا چرا رپ دوست دارن؟ چون رپ تنده. من اجازه دارم آقای دکتر رو یه ماچ بکنم انقدر بامزه است. بله بفرمایید. خب بله سلامت باشید. دوست دارن چون ریتم تنده، این ریتم تندروز. حالا ما چی گوش میدیم؟ سنتی مثلا چی گفته؟ هنوز هیچی نگفته، قراره بگه اصلا. خدا هنوز هیچی نگفته. خیلی بامزن. بعد ما یه طرف نوار خالی گوش میدیم، بعد طرف بی رو میذاشتیم که ادامهشو گوش کنیم، ادامه سکوت رو. ببینید خیلی فرق میکنه دیگه. بعد شما فکر کنید با این نسل میخوای بگی ما فرق داریم، کسی برتر نیست، کسی بدتر نیست، ما متفاوتیم. ببین تفاوت دلیل بر برتری نیست.